بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. چه نعت پسندیده گویم تو را، علیک السلام ای نبی الورا. درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد. نخستین ابوبکر پیر مرید، عمر پنجه بر پیچ دیو مرید. خردمند عثمان شب زنده دار، چهارم علی شاه دلدل سوار. درود بر شما یاران و خوبانی که ما را همراهی میکنید در برنامه نامآوران سرزمین فارس تا خودمون رو بشناسیم. به قول اقبال شاعر لاهوری، یه خودی داشته باشیم. خودی یعنی شناخت خود، شناخت هویت خود، تا بدونیم که اولش ما کی هستیم. وقتی خودمون رو بشناسیم میتونیم جهان اطراف خودمون رو هم بشناسیم. میدونیم که چه شیوهی در برخورد با خودمون، با آیندهمون، با دنیای اطراف و جهان بشریت داشته باشیم. وقتی نگاه میکنم به ملت‌های مختلف میبینم بعضیا هیچ تاریخ و در آسمونشون ستاره های درخشان زیادی پیدا نمیشه. اینه که مجبورن بخوان که مثلا به کودکانشون مفاهیم قدرت، دلیری، شجاعت رو تلقین کنن. مجبورن که نمیدونم مرد آهنین درست کنند، سوپرمن مرد خارق‌العاده درست کنند، اسپایدرمن مرد عنکبوتی درست کنند تا به بچه‌هاشون بگن که آقا بیایید مثل اینا باشین. اما عجب از اون ملت‌هایی است که در همه زمینه‌ها نامآوران بسیار توانی دارند، و اون ملتی که قهرمانانی دارند که جهان بشریت تا حالا مثل اونا رو شاهد نبوده. اما وقتی میخوان به صلاح به بچه هاشون یاد بدن، خودشون با اون نامآوران آشنا نیستن، چطور به دیگران یاد خواهند داد؟ افرادی که در حکمت و اخلاق و معرفت و عرفان شاخصه بودند، اونها نیاکان ما بودند که ما ازشون بیخبریم. حالا چطور ما بشناسیمشون قبل از این که به فرزندامون یادشون بدیم و قبل از این که به جامعه بشریت اونها رو معرفی کنیم؟ و عجب هم که بسیاری از این شاخصه های سرزمین خودمون رو ما بعد از این که اروپاییان اونها رو شناختند و بازگشتند به سوی ما اونها رو میشناسیم. ما مولوی ها داشتیم که تا اروپا اون رو معرفی نکرد ما قدرش رو ندونستیم و نشناختیم، و امثال ایشون که خیلی ها. امروز میخواییم در مورد یکی از حکما و خدایان سخن و پادشاه سخن و شیخ العجل و استاد سخن حرف بزنیم. اونی که گفت بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک پیکرند. یا بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. بله، سعدی شیرازی، مصلح الدین سعدی شیرازی، زاده قرن هفتم هجری قمری، مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف. ایشون از فارغ التحصیلان دانشگاه نظامیه بغداد هستند. سفرهایی رو به شام و حجاز داشتند به عنوان یک خطیب نامدار. بعد از فارغ التحصیلی شدن سفرهایی رو به این سو اون سو داشتند و کتابی برای ما یادگار گذاشتند یا کتابهایی یادگار گذاشتند که همشون در یک مجموعه، یک کلکسیونی جمع شده به نام کلیات سعدی، که در اون گلستان است و بوستان است و غزلیات و غیره از آنچه که از قلم این دانشمند، مفکر و ادیب و سخنور بیادگار مانده. سعدی در کوچیکی پدرشون رو از دست دادن
و این پیام رو برای خانواده هایی که مشکل دارن، پدری مادری در محیط خانواده نیست، این به معنای این نیست که بچه ها باید سربار جامعه باشن. این به معنای این است که در مسیر ساختن آینده باید بیش از پیش کوشا بود. سعدی که پدر رو در خردسالی از دست داده بود، در دامن مادر و در کنار پدر بزرگ سعدی شد. این نامی که در آسمان ادبیات و در آسمان حکمت و اندیشه و اخلاق جامعه فارس نام بسیار بزرگی است، بلکه در شناخت یا رساندن مفاهیم اخلاقی به جامعه بشریت. وضع زمانی که سعدی شیرازی در به اصطلاح در حال تحصیل بود، جهان اسلام بحران‌های سختی رو سپری می‌کرد. ناامنی‌ها و حمله‌های مغول‌ها این سو اون سو پاره تن جهان اسلام رو تکه پاره می‌کرد. این بود که ایشون مدتی رو در بغداد سپری کردند. سفرهای زیادی رو ایشون داشتند و بعضیاشون حالا ثابت هست و بعضیاشون شاید در اشاراتی که در شعرهایشون اومده به اونها اشاره شده. حالا تا چه اندازه درست باشه یا نباشه، در مجموعشون سفرهایی رو داشتند. از جمله در اشعار ایشون اشاره شده است به هندوستان و ترکستان و آسیای صغیر و غزنین و آذربایجان و فلسطین و چین و یمن و آفریقای شمالی، که گرچه که ایشون مدت زمان زیادی از عمرشون رو در سفر بودن، اما شاید این همه سفر برای ایشون در اون زمان مهیا نبود. اما سفرهایی که به اصطلاح اشاره شد به سرزمین‌های شام و حجاز، سفرهایی است که ثابت هست و در زندگی نامه ایشون اومده. سعدی شیرازی آوازش در همون زمان خودش به خیلی از جاها و کشورها رسیده بود. در هند امیر خسرو دهلوی و امیر حسن دهلوی بر سبک شعر سعدی سعی می‌کردند شعر بگن، یعنی اینی که شعر سعدی در اونجا آوازه خودش رو داشت و به عنوان معلم شاعران مطرح بود. ابن بطوطه در سفرنامه‌اش از چین حکایت داره که در به اصطلاح در اون جا شنید که تبلیغاتی بود یا شعرهایی رو می سرودند در دربارها: تا دل به مهرت داده ام، در بحر غم افتاده ام، چون در نماز ایستاده ام، گویی به محراب اندری. که بعدها ما فهمیدیم که اینا از شعرهای سعدی است، یعنی اینی که در اون زمان آوازه سعدی در چین هم که مرکز حکمت شمرده میشه اونجا رسیده بود. خود سعدی هم این احساس رو داشت و خبر داشت که شعرش به هر جا منتقل میشه و خودشون میفرمودند که شنیدم که مقالات سعدی شیرازی همی برند به عالم چون نافه ختنی. همونطور که عطر و مسک و نافه ختن رو مثلا آهوی ختنی رو مردم از مسک رو از اینجا به اونجا منتقل میکنن به عنوان هدیه، من شنیدم که نوشته ها و اشعار من رو هم همچنین میبرند. جالب اینجاست که شیوه گفتار سعدی وقتی ما میخونیم انگار که شیوه گفتار سعدی معاصر ماست، در زمان ما زندگی میکنه و ما حرفش رو خیلی خوب میفهمیم، نیازی هم به لغتنامه پیدا نمی کنیم. برخی ها میگن که به اصطلاح سعدی به زبان ما می نویسه، غافل از این که در واقع ماییم که به زبان سعدی سخن میگیم و به زبان سعدی می نویسیم. زبان سعدی به اون گرایشی که این گیرایی که در زبانش بود و اون قدرتی که بود که به اصطلاح این اسلوب رو در یک واژه عربی به نام سهل ممتنع میگن. سهل ممتنع اون اسلوب بلیغانه برخی از ادباست که وقتی اون رو میخونی میبینی که بسیار آسان هست و گمان میکنی که شما هم میتونید مثل اون بگید،
اما وقتی دست به قلم میزنید و میخواهید که مثل اون رو بگید، میبینید که نه، از کار از ما ساخته نیست. در ظاهر بسیار آسان، اما در سبک بسیار مشکل. این سبک و این شیوه نگارش از هر کسی بر نمیاد. این نیاز به ادیبانی داره که بر زبان چیره باشن تا بتونن اونطوری که خودشون میخوان مهار زبان رو بچرخونند و اون مفاهیم و پیام‌هایی رو که میخوان برسونند بر زبان تحمیل کنند. از بزرگترین شاهکارهای سعدی کتاب بوستان و گلستان ایشون هست که تا امروز و تا در سرزمین‌های فارس و تا دیروز در سرزمین‌هایی که فارسی در اونجا رواج داشت و مردم به فارسی عشق و علاقه داشتند، کتاب گلستان و بوستان جزو کتاب‌های ابتدایی مدارس بود برای افرادی که میخوان فارسی یاد بگیرن. برای همین تا امروز ما میبینیم پیرمردای هستن در ترکیه، در هندوستان و پاکستان و در ترکستان و در مناطقی که به اصطلاح فارسی در اونجا رواج داشت که تا الان کتاب‌های گلستان و بوستان رو حفظ دارند. کتاب بوستان سعدی شاهکار ادبیات فارسی است که به صورت منظوم یعنی شعر گفته شده که 400 بسیار در این کتاب تقریبا 4000 بیت شعر هست و در قدیم این رو به عنوان سعدی نامه می شناختند و بعدا مشهور شد به کتاب بوستان و این کتاب رو در واقع سعدی هدیه کرده بود به سعد ابن ابی بکر که در اون زمان یکی از حاکمان منطقه بود. این یک عرف بود که شاعران و یا برخی از شاعران و نویسندگان اثر علمی خودشون رو به یکی از پادشاهانی که با علم و کتاب محبت داشت به اون هدیه می کردن و هدیه به عنوان نوعی تشویق بود برای اون پادشاه که این خب به هر حال که اسم اون پادشاه رو این کتاب میاد، به این خاطر این کتاب رو مثلا چاپ میکرد، منتشر میکرد، به دیگران میرسون و این یک ترفندی بود که برخی از ادبا و علما از اون استفاده میکردن تا پادشاهی حاکمی رو تشویق کنن که کتابشون رو منتشر کنه و چاپش کنه، در حالی که به اصطلاح هزینه بردار بود. چاپ کتاب و نسخه برداری از کتاب خیلی هزینه داشت و این از هر عالم و هر ادیبی ساخته نبود. به این خاطر به اصطلاح بعضیا کتاباشون رو هدیه میکردن به برخی از به اصطلاح پادشاهان. در این کتاب به اصطلاح بوستان ما 10 فصل داریم که عبارتند از فصل عدل، احسان، عشق، تواضع، رضا، ذکر، تربیت، شکر، توبه و مناجات و ختم کتاب که به اصطلاح بوستان بسیار کتاب شیرین و زیبایی است در اسلوبش، در لغتش، در مفاهیمی که در بر گرفته. کتاب گلستان سعدی که در سال 656 نوشته شده، یعنی 1 سال بعد از نگارش کتاب بوستان، این به شیوه نثر موزون هست. یک شیوهی بود که در اون زمان خیلی رواج داشت و بیشتر کتاب‌های مقامات رو می نوشتند. مقامات یک اسلوب خاصی در نگارش بود که نویسنده سعی می کرد کلمات وحشی و کلمات قدیم و کلماتی که زیاد متداول نیست اونها رو به صورت با آهنگ موزون شعری یعنی سجع اینها رو بیاره ذکر کنه تا شاگردا مثلا با حفظ این متون ادبی لغتنامه‌شون رو، فرهنگ لغتشون رو به اصطلاح گسترش بدن و با زبان بیشتر آشنا بشن. خب یک به اصطلاح اسلوب بسیار معقد و پیچیده‌ای بود. مقامات زمخشری، مقامات همدانی، مقامات نمیدونم حمیدالدین بلخی و غیره مشهوره. اما سعدی اومد یک کار بسیار زیبایی کرد که همون
کتاب و همون قصه هایی که به اصطلاح ذکر کرده بود در گلستان، اونها رو به شیوه موزون مقاماتی آورد، بر این اختلاف که کلمات وحشی به کار نبرد. کلمات ساده‌ای که در اون زمان استفاده میشد و تا به امروز استفاده میشه، این کلمات رو، این جملات و این واژه ها رو به صورت مسجوع یا با آهنگ شعری آورد. خب این باعث شد که این کتاب مثل کتاب‌های مقاماتی که بیشتر کتاب‌های مقامات الان کتاب‌های مرده‌ای هست، کسی ازشون اطلاعی نداره و خواندنش هم مشکل هست برای اهل علم و اهل معرفت و اهل ادب. اما برعکس کتاب گلستان که الان در دست هر انسان به اصطلاح فرهنگی هست، هر کسی که با ادبیات نیمچه آشنایی داشته باشه یا با خواندن نوشتن یک آشنایی خوبی داشته باشه، براش کتاب گلستان خوندن خیلی به اصطلاح زیبا و شیرین هست. این سبک شخصی و سبک سعدی شیرازی بود که بسیار سبک موزونی هست و در ادبیات به اصطلاح نقش بسیار پرباری داره و اثر بسیار خوبی رو بر فارسی زبان فارسی گذاشته. یعنی کلام سعدی در واقع تأثیر انکارناپذیری در زبان و ادبیات فارسی داشته و این رو کسی نمیتونه انکار کنه. یکی از اهل علم در این باره می نویسند که گاهی شنیده می شود که اهل ذوق اعجاب می کنند که سعدی 700 سال پیش به زبان امروزی ما سخن گفته است. آقای محمد علی فروغی می‌فرمایند ولی حق این است که سعدی 700 سال پیش به زبان امروزی ما سخن نگفته است، بلکه ما پس از 700 سال به زبانی که از سعدی آموخته ایم سخن میگوییم. یعنی سعدی شیوه نثر فارسی را چنان دلنشین ساخته که زبان او زبان رایج فارسی امروزی شده است. این به اصطلاح قدرت و توان قلم خوب سعدی رو میرسونه که شعر و نثرش همواره به عنوان یکی از منابع متداول برای آموزش زبان فارسی مطرح بوده و کتاب گلستان سالیان زیادی به عنوان منبع آموزشی برای مکتبخانه ها و مدرسه ها مورد استفاده بوده و هست. و در بسیاری از موارد اون شعرهایی که سعدی گفته، ابیاتشون یا جزئی از ابیاتشون به عنوان ضرب المثل ها در زبان فارسی رایج است و امروزه ما هر جا اون رو میشنویم بدون که احساس بکنیم که این از میراث فرهنگی است که سعدی برای ما به یادگار گذاشته. وقتی میگیم که مشکان است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید، وقتی میگیم ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است، وقتی میگیم که ادب از کی آموختی از بی ادبان، وقتی میگیم از کوزه همان برون تراوت که در اوست، وقتی میگیم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، اینها همه از اون جملات شیرین و زیبایی است که سعدی شیخ العجل رحمت الله علیه برای ما بیادگار گذاشته. اینی که ما با سعدی آشنا نیستیم دیگه این گناه سعدی نیست. اینی که ما خودمون رو، زبانمون رو با سخنهای زیبای سعدی پربار نکردیم، اینی که ما نگرفتیم به اصطلاح سعدی رو، گلستان رو، بوستان رو به بچه‌هامون یاد ندادیم تا بر مبانی اخلاقی فرهنگ اصیل فارسی که انعکاس فرهنگ اصیل اسلامی است، این دیگه گناه سعدی نیست. این بیانگر این هست که ما نیاکان خودمون رو نشناختیم. تصور کنید اگر این سعدی در چین می بود یا در هندوستان می بود، ازش چه ها که نمی ساختن، چه قصه ها که ازش درست نمی کردند و چه رمان ها و چه فیلم های سینمایی که و چه فیلم های کارتون که ازش درست نمی کردند. اون وقت ما چیکار کردیم؟ آیا نباید بچه هامون رو با این پدرانمون، نیاکانمون که همچنین عقل و همچنین زیرکی و همچنین
حالا ما که اینا رو که گم کردیم، ببین کجا رسیدیم. حالا وقتی میاییم به اصطلاح میترسیم، تاری ما رو وحشت انداختن که ما ادبیات خودمون رو نمیخوانیم. چرا؟ چون اگر ادبیات خودمون رو بخوانیم، این آخوند موذی فکر میکنه که ما با خواندن ادبیات خودمون به هویت اصلی خودمون میرسیم. بازار این یارو کاسد میشه، اون وقته که دیگه به هر حال جایش به اصطلاح در پیش ما نخواهد داشت و ما برمیگردیم به هویت اصلی خودمون که همون هویت و همون فرهنگ اصیل ایرانی و فرهنگ اصیل فارسی، یا به اعتبار بهتر و شیواتر فرهنگ اصیل اسلامی برگرفته از قرآن و سنت هست. تمام شاعران ما، تمام ادیبان ما، تمام مفکران ما، تمام نیاکان ما که جزئی از تاریخ جامعه ما و مایه فخر جامعه ما و فخر بشریت شدند و در ساختن ادبیات و در ساختن فرهنگ اصیل جهان بشریت سهمی داشتن، اینها همه هویتشون هویت قرآن و سنت بود. واسه همینه که آخوند موذی میترسه که ما به اصالت خودمون برگردیم. اما تا کی ما باید مهارمون دست دیگران باشه و نباید عقلمون رو به کار بگیریم. الان وقتش رسیده که بیاییم عقلمون رو به کار بگیریم و برگردیم بر هویت اصلیمون، هویت قرآن و سنت، هویت فرهنگ اصیل خودمون، که بر مبنای اون بتونیم آینده خودمون رو پر رونق کنیم و بر مبنای اون بتونیم در جامعه بشریت سهمی رو ایفا کنیم و اثر انگشتی داشته باشیم در ساختار آینده جامعه.